آقا امروز اومدیم برای اولین بار ماینکرافت پلی بدیم. بعد یک مدت خیلی کوتاهی اومدیم یوتیوب چنل گیمینگ زدیم و این اولین ویدیو چنل گیمینگمونه بچه. و ممنون شم تا ویدیو رو من باشین. این ویدیو لایک کنید، اگه چنل رو سابسکرایب کنید، اون زنگ رو براش هم بزنید که با این کار خیلی میتونید از من حمایت کنید بچه. و این اولین ویدیو چنل گیمینگ ماست بچه، اینو اولا گفتم. و بچه ببینید، من گیم اون اینجور چیزا رو دنبال نمی‌کنم، ولی ماینکرافت یه گیم عالیه. حالا امروز با هم پلیش بدیم و بریم که استارت کارو بزنیم. خب بچه اینجا خونه منه. خب این آذوقه، ببین تختا رو ببین حاجی، تختا رو فقط تختا رو حاجی. من اینجا هندوونه داشت، هندوونه هم 5 تا همه رو میخونم اینجا بچه. ببینید امروز من این ماینکرافت دیدیم چه سبکی بچه. من اولین بار نیست ماینکرافت گولتون زدم، شما باور نکنید میدونم بچه. من بعد یک مدت خیلی طولانی اومدم ماینکرافت پلی بدم و تمام ماینکرافت هم پلی نمیدم، تمام گیم رو پلی میدم حاجی. اینو ببینید حاجی، چرا میخوام سقفو بزنم؟ اوکی حاجی. بچه ببخشید اگه صدا میگرفت حاجی. اینجا چرا شبه هنوز؟ من فکر میکردم روز باشه حاجی، پشمام. داره شب میشه یا داره روز میشه نمیدونم راستش بخوایم بچه. و این روز داریم که فقط ماینکرافت پلی بدیم حاجی. بچه این روز حاجی آذوقه ندارم، من باید آذوقه جمع کنم. اولین چیزی که نیاز دارم حاجی یه شمشیر و ببخشید شمشیرم، یه کلنگ و یه شمشیر و آره شمشیرم نیاز حاجی. یه شمشیرم میسازم براتون. حالا اینا ببندیم حاجی. پشمام زامبی داریم اینجا حاجی. پشمام برگم. اینجا مرغاش پرندن حاجی. اینجا کجاست که دارم الان میرم نمیدونم بچه. میخوام درخت پیدا کنم بچه. این روستاست، من از اون روستا دزدی کردم همه چی که داشتم و آره دیگه بچه. کلین حاجی اینجا خطری میزنه حاجی. لحظه من برم اون ور سکو برم حاجی. بله حاجی ببین چند تا خاک از اینجا بگیرم یه لحظه. چند تا خاک حاجی. این چرا اینجوری میکنه برای من؟ نکنید پست. آره دیگه بچه. ببینید بچه اینجوریه که همه اکثرا اولین باری که گیم میزنن نمیتونم مثل من بازی کنم، ولی من برای اولین بار دارم اینقدر عالی پلی میدم. حسودی نکنید بچه ها. بله من اولین بارم نیست، ولی اوکی حسودی نکنید. من چون اولین بارم نیست حساب نمیشه که اولین بارم هم نباشه. آره دیگه بچه اینجوری هست. بریم اون ور سکو. آقا من هر روز 2 بعد سرما میخورم و پشمام میریزه که حاجی سرما خوردم. الانم صدام به خاطر این گرفته است. اینا اینجا هم پر کنم حاجی و بریم حاجی. من فقط اومدم آذوقه جمع کنم حاجی. ببین بچه این ویدیو نه ادیت خاصی داره نه ادیت خیلی حرفه‌ای داره، فقط منم و شمایید و ویدیو و چنل گیمینگمونه بچه. واقعا دمتون گرم حاجی. پرگم شما دارید از حمایت میکنید. نه از من دم کسانی گرم که از آن حمایت میکنم بچه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، اون زنگ رو بازم بزنید که با این کار خیلی ویدیو جذاب میشه امروز بریم بچه. ببینید انقدر دارم تو فاز چنل گیمینگ رو میگیرم و بچه عجب چوبایی دارم، مثلا چوباش رنگیه بچه. من اصلا تو فاز گیمینگ نبودم، ولی حالا چنل گیمینگ هم زدیم. حالا تو فاز گیم هم شاید یک روز در میان یا دیلی فعالیت کردیم اینجا بچه. من دقیق نمیتونم بهتون ایده یا چیزی بگم، ولی یک روز در میان حتما ویدیو داریم بچه. یک روز در میان میگم، الان نمیخوام ایدمو چیز ترش کنم. چنل گیمینگ چنل اصلی هم دیلی هستیم بچه. چنل گیمینگ هم یک روز در میان ویدیو بزنید. واقعا خیلی کار کردیم بچه، واقعا خیلی کار کردیم. ولی اوجی قول میدم که به تو تا جایی که میتونم یا دیلی میرم یا یک روز در میان ویدیو میذارم. شاید هفته تا ویدیو رو داشته باشیم. اصلا قید چنل اصلی رو میذارم، فقط میام اینجا فعالیت میکنم حاجی. شاید چنل اصلی رو یک روز در میان، ولی این هفته ویدیو رو بذاریم. مثلا هفته بعد، مثلا هفته یکی جمعه ویدیو بذاریم. یه ویدیو خفن داشته باشیم هفته ای. ببینید بچه واقعا اصلا نایس میشه حاجی. آره دیگه بچه. و بچه کامنت ها بگید چه گیمایی دوست دارید. من ماینکرافت رو برای اولین ویدیو ترجیح دادم، چرا؟ چون فکر کنم یه گیم ترند باشه. حالا شما توی کامنت ها به من بگید، من هر گیمی که بگید و 100% یه بار تستش میکنم. اگه خوشم نیومد بازم یه بار تستش میکنم، برای اینکه اگه قبلا هم پلیش دادم بچه بازم یه بار تستش میکنم. مثلا شما فقط تو کامنت ها بگید که چه گیمی دوست دارید من پلی بدم. ولی حالا ببینید بچه چنل اصلی هم که داره استرایک خورد. بعد اینکه استرایک خورد من کلا ریدم توی یوتیوب، ولی الان که هستش بچه دمش گرم. سانسورش کنه ادیتور. نه ادیتور ندارم این ویدیو، وای خودم ادیتش میزنم بچه ببخشید. چنل اصلی نیست که مثلا پول ادیتور رو بدم اینجور چیزا. اینجا چنل چیزایی بچه گیمینگه و تمام هزینه‌های این چنل از روی خود چنله بچه. بله یعنی از روی مانیتایزیشه و هنوز مانیتایز نشده و اصلا هیچ چیزی نداره. چنل اصلی هم که مانیتایز نیست، قطع شده، ولی
بازم هزینه ادیتورا رو سر منه، دمشون گرم. برگم موجی و ببینید بچه وای حاجی بره بخشی گاو وای دارم چی مصرف میکنم من نمیدونم بچه، شما رو نمیدونم ولی صدای من برای خودم که واقعا جذاب اینجا وقتی که دارم ویدیو رو رکوردش میکنم. آره بچه من اومدم چند تا حاجی چوب جمع کنم. یه لحظه بچه ها ببینید اینجا کلنگ و اینجا چیزا رو میخوام درست کنم. ببینید آموزشش رو میخوام بهتون بدم، آموزشش رو میگم. از اینجا از اینا میگیریم حاجی. ببینید کلنگ و اینا رو فعال میکنه. خب اینجا کلنگ بگیریم بچه. من گفتم که شمشیر میخوام بگیرم، کلنگی باید بگیریم، شمشیر ولی گفتم دیگه. حالا از اینا میریم کلنگم بگیریم، تموم شد رفت. بچه ما میایم از اینجا. خب حالا کجا میرم؟ بیا اینجا. ببینید بچه ما از اینجا از اینا رو میکنیم. خب ببینید تمام چیزایی که میخواستیم فعال شد. الان میتونیم یکی از فلز بسازیم بچه. الان اینایی که از دستمون، ولی من تا جایی که میتونم از این کلنگ استفاده میکنم. چرا؟ چون فکر کنم شاید قوی نباشه بچه، ولی من برام معرفت حالیمه بچه. آره دیگه بچه اینجوری هست. من صدام برای خودم که دارم این ویدیو رکورد میکنم جذاب نیست، ولی شما جذاب مثل خودم وای پشمه. آره بچه اینجوری هست دیگه حاجی. ببین تو بابا پست من کل پستم اینجوریه یه جوری بچه. من راستش رو دیگه بچه ویدیوی چنل اصلی هم که هر روز داریم. حالا چنل شخصی دیگه بچه، چنل اصلی میگم حاجی پشمه. برگام یه لحظه من از اینا هم درستش کنم بهتون یه نشون بدم. ببینید از این کلنگا داره کلنگ یه دونه بسازم، یه دونه کلنگ ساختم، یه دونه شمشیر میخوام بسازم. تموم شد رفت. و تا وقتی که این کلنگم داغون میشه من میخوام فقط کلنگ بزنم حاجی. کلنگ میخوام کلنگ بزنم، کلنگ میخوام بزنم. اینجوری میرم دیگه حاجی. بچه چون اولین ویدیو یوتیوب چنلمونه و من نمیدونم که ماینکرافت ویدیو چه شکلیه واقعا. ما که اینجوری پلیش میدیم، نمیدونم شما چطور پلیش میدین، شاید فرق داره بچه. و تو کامنت ها بگید که چه فرقی داره. من نمیدونم بچه، مثلا یوتیوب ماینکرافت رو دنبال نمیکنم که مثلا حاجی بیا اینجا هم بکنم پشمم حاجی. کلنگ چرا داغون نمیشه حاجی؟ من میخوام برم بیرون. ولی بچه ببین این کلنگه تا وقتی که من نخوام داغون نمیشه حاجی. هنوز هست. ببین اینجا هم بکنم حاجی، ببین اینجا هم بکنم نمیشه. ببین هستش واقعا تموم نمیشه. بچه ببینید این اولین ویدیو یوتیوبمونه و فقط کیفیت ویدیو مهمه برای من و کل ویدیو هم برای من مهمه. آره دیگه بچه اینجوری هست. تامنیل، تایتل، ادیت، همه چی برای من مهمه. اولین ویدیوه چون بچه و ویدیو بعدی رو نمیتونم قول بدم، ولی اولین ویدیو رو به شما قول میدم که هم ادیت داشته باشه هم چیز. شاید یک روز من ویدیو نداشته باشیم ولی یه الگوریتمی حالا مثلا ویدیو میذاریم دیگه براتون بچه. آره دیگه من نمیدونم شاید هفته 2 تا داشته باشیم. هفته 2 تا داشته باشیم فکر کنم عالی باشه. عالی حاجی. دیگه تموم شد دیگه. هفته 2 تا ویدیو داریم. اینم بهتون گفته باشم و گیم‌های تکراری نداریم مثل ماینکرافت که الان دارم براتون ویدیوش میکنم. آره دیگه اینجوری است دیگه بچا. این حاجی ببین اینجا کلنگمون داغون کنم یه لحظه. تموم شد دیگه عوضی حاجی. منو الاف چیز بچا. من میخوام بعدش برم بمیرم. باید برم بمیرم. میخوام چیز منو بکشه حاجی. اون چیه؟ سفیده است. تو یه روستا بود. میخوام اون منو بکشه حاجی. اصلا یه بار میخواستم با اون بمیرم و اگه اون منو کشت یا من اونو کشتم ویدیو تمومه دیگه. حالا ببینیم که چی میشه. ببینیم. من میدونم میتونم اونو بکشم ولی حاجی دیگه خیلی خطرناک میزنه. حالا من حاجی برگام ولی واقعا چیزامو ول کن. نه حاجی ببینید من چیزامو توی جعبه بذارم که اگه بمیرم بازم بتونم بگیرمش دیگه حاجی. ببین اگر نه میمیرم. خب اینو که خیلی باحال داشتن حاجی. فقط میخوام چند تا خاک و اینجور چیزا رو ببرم حاجی. ببین یه دونه از این تبر رو یه دونه چیز میبریم شمشیر میبریم دیگه تموم میشه میره. آره اینجوری است بچه. ببینید بریم حاجی. چرا اینجوری میمیرم من؟ اینجوری نمیرم حاجی. آبروریزی میخوام برم ببینم اصلا میتونه منو بزنه. من میخوام یه دونه بزنم. اگه منو زد منم اونو میزنم و تا وقتی که میکشمش یا اون منو میکشه ویدیو هنوز ادامه داره. بریم بچه‌ها بریم. حاجی میخوام با این بزنم. یا با اون بزنم نمیدونم بچه. شما نظر بدید کجاست لعنتی. آها پدر سوخته اینجایی. یک لحظه من اومدم حاجی. از اینا بگیرم. وای نه اینو کس نمی‌سر من. بیا ببینید بچه‌ها میخوام با این بزنم. حاجی نزن شوخی کردم. دوبار زد مردم. بچه‌ها ببینم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره.
حتما ویدیو رو لایک کنید، بیلاخ بدید